بریم سر همه بابا اون بالاش آره بابا نوئله. آقا اینی که داری تعظیم میکنی چنده؟ جینگیلیه که داره میکشه اینا رو بالا. خیلی خوشگله. بابا نوئله دماغ هویجی. بهناز یه جوری پوشیده حس میکنه مثلا اومده کریسمس تو کانادا. اوه بچه ها اینجا سیب داره. سلام، امشب اومدیم میرزای شیرازی که کریسمس رو با هم ببینیم و از حال و هواش فیلم برداری کنیم. البته 2 مهمون ویژم دارم که حالا تو ادامه ویدیو میبینیدشون. وسط هفته اومدم که خود خلوت‌تر باشه. خدا رو شکر یه بارونی هم زد، هم خلوت‌تر شد هم هوا خیلی خوب شدش. بریم با هم ببینیم. خب اینم مهمونای ویژمون بهناز و پارسا. ایشون هم که اولین باره با چت داره عشق میکنه. بریم با هم ببینیم چه خبره. میرزای شیرازی تو ایام کریسمس خیلی شلوغه، اونم به خاطر اینکه کلی مغازه های خوشگل و باحال داره که وسایل کریسمس دارن و بذارید برگردونم به سمت خودم که وسایل باحال دارن و برای کریسمس اکثر ارامنه یا از اینجا خرید میکنن یا از مجیدیه. الان وسط هفته است و خیلی خلوته خدا رو شکر، چون توی ایام شلوغی یعنی آخر هفته و پیک شلوغی واقعا نمیشه اینجا حتی راه رفت. بذارید به چرخونم ببینید. چه خوشگله. داره کریسمس میشه. میرزای شیرازی پایین‌تر از متحری هستش. بریم جان دلم. اوه اینا چقدر خوشگلن. چنده اینا؟ جوزنشی؟ 400. میشه من بخرم؟ بریم همه جا رو ببینیم بیایم بابا. خب اینجا یکی از شیرینی فروشی‌های خیلی معروفه، اسمش طلایی است. تا حالا هنوز نرسیدیم ولی اوه این کافه چقدر خوشگله. پارسا آدم برفیه رو میبینی بابا؟ آدم برفی سلام علیکم. سلام آدم برفی. اینم شیرینی طلاییه. یه بابا نوئل خیلی خوشگله هم. بابا نوئل. برو پیش بابا نوئل اگه میخوای بری. پارسا بیا. خب بابا نوئل گفتن که اگر عکس بخوایم بندازید هزینه داره و باید ما هم عکس بیا. بیا. دست بزنی؟ دست بزن.
برو. خیلی قشنگ زد پارسا جان نه؟ چقدر امسال خلوته. خیلی به موقع اومدی. خیلی. چقدر خوشگلن. وای من اینا رو خیلی دوست دارم. پارسا. پارسا. سنجابر پارسا سنجابری چقدر خوشگله. سنجابر. او بغلیش پنگوانه پارسا. خونه ها رو ببین. خونه. پارسا تو هلیکوپتری بابا نوئل نشسته. بابا نوئل خیلی به روزه. با هلیکوپتر و ماشین اومده. خیلی خوشگله ها. آره. آره همه‌شو میخواد ببره. که این برش هم ببینیم بابا. این مغازه هست که قشنگ آره جیگیلی فروشی داره. من از این ماگا میخوام. چه حوصله باشه. چه ماگه خوشگله. بارسا منم از اینا میخوام. من از اینا میخوام. ولی بابا نوئلی که خرید. بریم ببینیم چه خبره بابا. دور بزنیم همه جا رو. آره مامی هم فکر کنم باید ستاره بده. میگم ولی دقت کردی بابا نوئل اینا کلی کادو میده و آرزو برآورده میکنه. مال ما یه ما حاجی فیروز داریم. کلا هر چی داریم هم باید بهش تحویل بدیم و ازمون پول میگیره. همه چیمونو میگیره حاجی فیروز. البته خب حالا رسم و رسومای ما هم خوشگله. اینجا به جز این که حالا برای کریسمس خیلی خوشگله، معدن کلی اسباب بازی هم هست که فکر کنم جای مناسبی رو انتخاب نکردیم برای مهمون امشبمون بیدن. اون ماگه چقدر خوشگله. پارسا بابا همه جا رو میگردیم بعد میریم. یه دونه برات لگو میخریم. بیا اینا رو ببین چقدر خوشگله. این الان شب یلداییه. ترکیبی زدن. شب یلدا. اون بالاش آره بابا نوئله. پایینش هم شب یلداییه. اون چیزا چقدر خوشگله. کاموایی ها. انار کاموایی. بابا اینا رو دیدی؟ اناره چقدر خوشگله. این اناره روش برف هم اومده. او چقدر خرمالوهاش طبیعیه. اونو نباید بکنیه بابا مصنوعیه. ایناش برفه پارسا. اینا مثل برف میمونه. آها اون چیزا اونایی که قرمز بود و اینجوری میزنن روی این چیزا. چی اسمش؟ درختا. اون میگه عکس برداری ممنوع بابا. آره چقدر خوشگله اینجا. پارسا ببین بابا نوئل رو ببین. بیا بابا نوئل تو چراغه داره برف میاد توش. خیلی درختاشون خوشگله. البته خب همه مصنوعیه ولی خیلی خوشگله برای تزیینات آدم اگر بخواد بخره استفاده بکنه. آقا اینی که داری تزیین میکنی چنده؟ 8 تومن؟ مرسی. خب این 8 تومنه بچه ها و واقعا هم خوشگله. کلی هم تزیینات داره. سلام بابا نوئل. سلام بابا نوئل. هلو. سلام علیکم. کارتونه جونم دست جونه بابا نوئل. پارسا خیلی خوشگله. سلام بابا نوئل. میری کریسمس. درختاش بزرگه ها معلوم نیست. خیلی بزرگه مال اینجا. وای من این زهرخا رو خیلی دوست دارم. بالا بابا نوئلی.
جینگیلیه که داره میکشه اینا رو بالا. خیلی خوشگله. یعنی خود منم دوست دارم که بخرم از اینا. با بریم جلوتر هم ببینیم. این آب نباته. بذار سر جاش با. نه دوست درست بذار سر جاش مرتب. چنده؟ چهه. اون رنگی خوشگل‌تر نیست. هر کدوم دوست داره برداره دیگه. بهش نشون بده. پارسا یه دونه‌شو انتخاب کن بابا. اون رنگی آخریه رو هم ببین. اون بزرگتر. یعنی یه همونو دوست داری؟ رنگی دوست نداری؟ بیا پسرم. اون شکلاته بابا، شکلات قدغن. آروم بذار. رمز بابا. داشتم میگفتم که رسیدیم حالا به این آب نبات فروشیه. کجای برنس؟ اینجا. سال پیش اینجا ما آخر هفته اومدیم و یه خورده فکر کنم دیرتر هم اومدیم. جای سوزن انداختن نبود، چه برسه به پارسا رو فیلم. نمیتونستیم زمین بذاریم کلا آره. که بغلمون بود. ببین آب نباتچوبیه بابا نویل رو براتو شباشه. یعنی من چه بدی بابا نویل؟ بله. این درخت کوچولو هم چه خوشگله. خسته نباش. درختاشون کوچولوه. چند درختا؟ قابل شما کوچیکا سلامت بشی. اینا 140 با چراغش 200. بیا بابا بیا. خوشگله ها. آره اینم خوشگله. اون خوشگل تر. این چنده؟ با چراغش 550 بدون چراغش 480. الان برای خودمون دوباره داریم میخریم. پارسا بابا نباید برداری چون چیز. خب بیا بابا کلاخ بابا نویلی بخریم. اون که سر شما نمیره که. کلاخ بابا نویلی رو باید بخریم. اونو من خوشم اومد. من خودم میخرمش. اونو به سرجش بابا. این ستاره داره لطفاً بسه. خب بیا. بریم بابا. آقا خدافظی ممنون. کنیم. کوچولوه خیلی بامزه بود برای رو میز خیلی پیسی. باحال بود. چون ما خیلی هم مهمه که کریسمس رو حتما درست ادا کنیم. برگزار بکنیم پرشور. بابا یکی منه بیاره. پیدا بابا نوئل گفتی چی برات بیاره؟ بابا. یکی گفتم برای من یکی بیاره. برگشتم یکی بیارم. بابا نوئل دما هویجی. بابا نوئل چیه؟ بابا آدم برفیه. دما هویجی. بابا انقدر بابا نوئل دیدم قاطی کردم. این چه باحاله. گاز نداره که بابا اسب. اسب داره توش. قطار قطار خوشگل. اینم خوشگله بابا. اینم ببین. آره. بذار اینم بگیرم بابا. اینم یه بابا نوئله که سوار قطار شده پسر. این گربه چه خوشگله. پیشی کریسمسی. آره. دور گردنش قرمزه. بچه چطور مره کن من همیشه با شما آمدم فیلم برداری بیا برای مامی اولین کار که باید بکنی با نوئل ببینی تا با برم پس ما بهش بگی هر چیزی خوب برای تو برده آب نبات چوپی و گاو چوپی اگه میخوان میتونیم بیایم رقصی هر چیزی که دیدین رو به من بگی پس اشاره میکنم که همه شما ها برید توی این مغازه میخواد توی این مغازه من خودم میرم ببینه پارسا بابا خوبه. بیا جانم بریم دور بزنیم بقیه جاها. خب من براتون اشاره میکنم عدد یک رو بر من بفرستید تازه من براتون میفرستم. پارسا چی داری میگی؟ مگه ماهواره است؟ این مال تبلیغای ماهواره است. بیایید در داریم بینام کریسمسه توپ کریسمسی
خب به یه سری کریسمس مغازه خرید عکس برداری و فیلم برداری زدن ممنوعه، ولی خب ما خیلی کاری خیلی- نداریم چون به نظرم خیلی با فیلم کار گرفتن ندارم. از بابا نوئل خیلی اتفاق فیلم خاصی گرفتن از این نمیشه. رو خوب نیستش. پارسا بیا بابا نگاه کنیم، خیلی خوشگلن. بابا نوئلی و این بابا نوئل. سلام علیکم بابا نوئل. یکی برف شنکی. یه پسرم این برم ببینی. بیا بشکاف بابا نوئلی بخریم. اجازه ندارید دست بزنیم دیگه، دکورشون به هم میریزه. دکاری خیلی قشنگم پسرم، نه؟ آره. کلی جینگلی مستون داره. بابا این فرش بابا نوئلی میخوام. فرش بابا نوئلی میخوای چیکار؟ فرش بابا نوئلی رو برو بابا نوئلا رو نگاه کن تا من فیلم میگیرم. بچه واقعا قشنگه، حالا هوای خیلی باحالی هم داره. اون چه خوشگله بابا، اونو نگاه کن، بابا نوئل داره برف میاد. ببین بالا. ای جا نمیشه. اگه میتونه آب نبتر بکنم. من اومدم. خب بهناز دوباره بهمون اضافه شد. بهناز یه جوری پوشیده حس میکنه مثلا اومده کریسمس تو کانادا. بابا نه برف میاد بابا نه این هیچی. به خاطر سردردمه وگرنه اینها کلم خب لخته. الان اون چی اون این؟ ریبوکش چه میدونم اون نه انقدر پولاره واقعا چیه؟ سردمه. من واقعا سردمه. تو تابستون هم همین شکلیه با کاپشن. آقا مشکلی نداشته. اوه بچه ها اینجا سیبای سیب خیلی داره. سیبه. آها نه سیب پیچ. خب یادتون باشه حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیومون هم لایک کنید، چون قراره که کلی جاهای خوشگل تهران و ایران رو بهتون نشون بدیم و از دیدنش لذت ببرید. دمتون گرم. برای اومدن و دیدن به نظرم ارزشش رو داره و خیلی خوشگله و خوش میگذره بهتون قطعا و کلی کیف میکنید. اینم که یه عالمه کاکائو داره. اوه اون تو رو افتریت خب افتریت کریسمسی داشتن اونجا. یاد سری اول تو کیش افترت خریدیم چه سورپرایزی شدیم. 10,000 تومان خریدیم. مواظب یه بابا. بری بده. اینجا ولی سیستم به کریسمس و اینا کار نداره دیگه، سیستم بزن و برقص. اوه اینجا هم که چای زغالی و خوراکی. میخوری؟ نه البته ریسکش زیاده شما نخوری. حالا بهتر بود که قهوه میدادن این واسه. اینا چه خوشگلن. خیلی خوشگلن. فرست این آسیا بادی. کادو. خیلی کادوهای قشنگیه بابا.
شما چند وقت دیگه تولدته، برای تولدت میخریم بابا کالا. این اتوبوس هم ببین چقدر قشنگه. پارسا بابا نوئل گیر کرده تو اون چیزه. چه بامزه. بابا نوئل توی درخت کریسمس گیر کرده این و اونو بعید میدونم بابا نوئل باشه. خاله نوئله. خاله نوئله. آره خانم بابا نوئل هستن فقط دوست دخترش سر و ته. خب اینجام که لاستیک فروشیه با طعم کریسمس. نه الان که نه. من داری. از اون زبره‌ها بزرگیشو داری. خب بچه امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه و خوشتون اومده باشه. اگر تهرانی قطعاً ارزششو داره که یه سر بیاید. آخر هفته خیلی شلوغ‌تره. یه جور بیاین که شلوغ باشه، باحال باشه، با جا نباشه راه برید. بیشتر هم مردم اگر میخواید عکس و فیلم بگیرید باید پولشو وسط بدید. هفته ها نه. بهتره. چتر چرا باز شد؟ نه هیچ ربطی واسه هفته نداره، باید پولشو بدید اینجا عکس و نه فیلم خب بگیرید. وقتی نه، شلوغ اصلا باشه اصلا جا نیست. حالا پولم بدی جا نیست که. بازم اون موقع هم نمیتونی الان بیایی، نمیتونی چون باید پول بدی. آخر هفته هم که بیان شلوغه، نمیتونین عکس بگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. کلا عکس نمیتونین بگیرید. یه خورده شاکیه به ناز. نذاشتم ولی- بچه این من عکس بگیره. خب پول میدادی بچه‌ت عکس بگیره. سر کیسه رو شل میکردی. برای چی به بابا نوئل پول بدم؟ به حاجی فیروز پول بدم، به بابا نوئل پول بدم؟ نمیشه که آقا. اینم حرفیه دیگه. والا. خب بچه ها برای اینکه بهناز رو گول بزنید که منو بیاره بیرون خب. یه خورده با هم ولاگ بگیریم، حتما تو کامنت ها بنویسید و برای اینکه ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید حتما هم سابسکرایب کنید هم لایکمون کنید که بقیه هم این ویدیو رو ببینن. مرسی. خدافظ. خدافظ. بای بای هم بکن. سلام علیکم. خدافزیه. خدافظیه بابا. خدا براتون شاد با اونها براتون یه چیز خوب میاره. بگو لایک کنین. خدافظ. لایک کنید. هدفش خب آقا پارسا قرار شدش که براش یه دونه از این عروسک ها بخریم. آره کدومش رو میخوای؟ بابا نوئل رو میخوای یا گوز نو؟ چند بود؟ سلامت بفهم. چند بود؟ 500 تومن. 500 تومن میگن 500 تومن. خب باش. زر تخفیف بهمون بگم. 400 تومن. ما هنوز منتظریم که پارسا بیاده. مبارک باشه پسر. ببینمش رو به دوربین بگی. اسمش چیه؟ بریم. آره. بودو بابا بودو تو فیلم نباش. بریم. خب
بهناز خسته 10 دقیقه را رفتی گشنمه. انصافاً همیشه یا سردشه یا گشنشه یا دابی البته منم همینم WC رو همیشه دارم ولی یا گشنه است یا خسته است یا چی یا سردشه آقا بیشتر پارسا سردم. آره بیشتر سردشه انصافاً آقا پارسا هم که بیشتر خرید داره عروسکی تو دوربینه بابا بایسا بابا بابا نویل عروسکی اومده پیشتون. خب ولش کن بگو بابا چی داشتی میگفتی بابا نویل عروسکی اومده پیشتون. اسمش چیه بابا نوئلت بابا نویل عروسکی اسمش بابا نوئل عروسکیه این مال منه. اون مال هممونه دیگه دستتو بردار بابا بریم بابا خیلی خدافظی خوب. کن بگو چنلمون رو سابسکرایب کنید چنگله رو براتون عروسک بابا نویل رو بیان یوتیوب اینجا من بخرید. بابا قرار بود بگی جلسه. سابسکرایب کنید سابسکرایب کنید بیان میخواینش. مرسی بریم بیان